رجب علی ایبرانی. بیاید اکا جان، بیاید. خوبه برادر. رحمت اکا جان، خوش آمده. زنده باشین برادر. همه نرزه همه خوبه. شکر اکا جان، خوش آمده. چی خدمت کنم اکا جان؟ برادر عزیز، ما امروز یک شخصیتی بزرگ زادروز داره، مادرمان زادروز داره. یک مبلی نغز، صفت خوب انتخاب کردن در کار. شما نسبت به ما خوبتر و بهتر میفهمید. البته را اکا جان. شما میتوانید چینید یا میتوانید یک تماشا کنید. نگاه شما مهم است. یکی یگانتش در نظر شما قابل قبول می شود، میتوانیم آن را ما با شما فروشیم. خب، آره خوب اکا جان. آقای فاروق، لابا اکا جان. یک لحظه گوش کن آقای فاروق. با وجود آنه که شما کارگر خوبی من هستید، شما را من همچون برادر خود حرمت احترام میکنم. کارا چقدر در کارخانه؟ رحمت، همه مشتریان ما روزی هستند. صفت محصولات ما خوب است. یگان کس شکایت ندارد. یگان مشکلی نیست. نیست. آقای فاروق، گوش میکنم. بعد یک چیز دیگر را با اینوبت بگیرید. کوشش کنید که چی چیزی که با مشتریان لازم است، خاص دل آنها است، اون رو پیشکش نمایید. البته رئیس، چیزی شما گفتگی هستید قابل قبول است. ما نیز حرکت میکنیم که مشتریان از ما راضی باشند. چیزی شما گویید. سلامت باشین برای کار. رایب جان، برای بیبیش یگان توفه گرفتی؟ من یک هفته پیش برای بیبیم توفه گرفتم. شیرگی داشت، خنداش شبزانه. بهترین ها؟ اکا جان، لبای ما انتخاب کردیم. یک بار میدیدید؟ حاضر سه زنک رفتیم. گوشت ما نسبت ما خوبتر بهتر میفهمیم. زنکو بزرگ تو بارد 10,000 سومون خرید میکنیم. مرحمت اکا جان، مرحمت. ای برادر عزیز نیکی رحمت، انتخابی بهترین کرده است. تشکر اکا جان. از حساب اونه که سن سال مادر با فکرم بالا رفتگی است، همین سویت درست میآید. از او رحمت برای انتخابتون. فکر میکنم که در هر زادروز مادرتون توفه ها را خودتون انتخاب میکنین ها برادر. برادر جون، من سراغای خانه در دفتر کاریتون ثبت کردم. میتونین که بعد از 1 ساعت بعد از 2 ساعت مقصد میبیله روان کنیم. البته اکا، خوش آمدید. برای کار خوش آمدید اکا. امروز یک شخصیتی بزرگ زادروز داره، مادرمان زادروز داره. فکر میکنم که در هر زادروز مادرتون توفه ها را خودتون انتخاب میکنین ها برادر. کجای مادر؟ کاش میبودی جانم را برایت میدادم. خوش به حالت برادر، خوش به حالت که برای مادرم جان میکنی. هر وقتی که به خانه میآیم صدایت به گوشم میآید، ولی افسوس دیگر نیستی. میبودی خاکی قدم هایت رو بالای دیدم میمالیدم. تو چه بزرگی مادر. تو نفری هستی که چیزی دادهت رو دیگر طلب نمیکنی. رجب علی ایبرانی. مادران، اپا و خواهران عزیز، شما رو با کار دعوت میکنیم. در شرکت فابرلیکی اپای سعادت حتما 10 نفر کارگر در کار است. نامنویس کنید، صاحب جای کار شوید. مزد معاش شما از 3000 سومانی تا 10,000 سومانی است. همه فهماندهی ها وقتی که از نام کانال ما گام میزنید بپول است. دانستن زبان خارجی در اپای سعادت تماما نقش ندارد. نویسید، صاحب جای کار شوید. رفتیم.